دنیای کتاب صوتی. شمس از خدمت شیخ به خدمت پدر رفت و مژده عزل انکیانو را رسانید و خواجه گفت: حال باید چه کرد؟ تا انکیانو در شیراز است نمیتوان آشکار شد. دور نیست در نزد سوغانجاق هم ما را مقصر بکنند و تمام این فتنه و فسادها و غارتهای اموال قوافل و روستاها را به گردن ما بگذارد. او هم در بد و ورود بدش نمی آید، آب چشم مردم را به ما بگیرد و درآمدی هم داشته باشد. شمس گفت: چطور از تمام شبانکاره ها را برداشته تا ابتدای خاک فارس به استقبال برویم؟ در آنجا آنان خواهند گفت که ما هیچ وقت شیوه دزدی و غارتگری نداشته ایم. انکیانو به ما پیچید و اجحاف کرد و رعیت را مجبور کرد علیه ما عصیان کنند. ما هم دیدیم که نمیتوانیم جلوی مردم را بگیریم، ساکت ماندیم. حال که شنیدیم امیری عادل و بیغرض میآید به پای خود حاضر شده ایم. چون جمعیت ما را ببیند دور نیز اهمیت ندهد و مهربانی هم بنماید. شیخ گفت: این کار خوبی است، اما یقین دارم 500 نفر از صاحبان دهات و تجار تا ابتدای خاک فارس به شکایت خواهند رفت. وقتی این همه مردم شکایت نمایند محال است والی بتواند اغماض کند، خاصه در بد و ورودش. شمس گفت: چاره این است که بفرستیم رؤسا را بیاورند. به آنها نصیحت کنید که شما اسمتان جزو امرای بزرگ برده میشد. حال صحیح نیست که به راهزنی یا غارتگری معروف شوید. آنچه از مال مردم پیش خودتان و بستگانتان موجود است از نقدینه و جنس و 4 پایان همه را جمع کنید. من به امیر عرض می کنم که قصد اینها بردن مال مردم نبوده. از ناتوانی این حرکات را جلوگیری نکردند. از این روی همه را از دست رعایای خود گرفته حاضر گذاشته اند که به صاحبشان برساند. خواجه گفت: قطعا نیمی از آنچه برده اند عیناً به دست نمی آید، همه را تلف کرده اند. شمس گفت: غرامت بدهند. شیخ گفت: مگر تو از حال خالوان خود خبر نداری؟ چه کسی توانایی پرداخت چنین غرامتی را دارد؟ شمس گفت: آنها به قید سوگند آنچه موجود است حاضر نمایند و چیزی نگذارند پنهان بماند. آنچه ضایع شده بنده از خود نقد می دهم. شیخ گفت: فرزن خیلی می شود. شمس گفت: 50,000 دینار بیشتر است. شیخ گفت: نه. شمس گفت که می دهم و خواجه خوشوقت شد و گفت: برخوردار شوی که بلند همتی، هر کس به جایی رسید از همت بلند رسید. آخر نگفتی این همه مال از کجاست؟ شمس گفت: نپرسید و الا از شما پنهان ندارم. و کیفیت گنج را بیان کرد و گفت: در این مدت این همه خرج کرده و بخشیده ام، هنوز 2/3 آن باقی است. شیخ گفت: بر تو گوارا و مبارک باد. مال هم برای خرج کردن خوب است، برای نهادن چه سنگ و چه زر، اما از اسراف و تبذیر هم باید پرهیز کرد. حال بفرست شبانکاره ها بیایند. شمس بیرون رفت که یکی را پیدا کرده با بیج و نوبندگان برای احضار خالوانش بفرستد. کاکا خرم را دید که ضعیف و نحیف با چند سوار بر در قلعه ایستاده است. فریادی کرد و پیش دوید و او را فرود آورده بوسید و از حالش پرسید و گفت: عیبی ندارد، قدری ضعیفم. خواجه کجاست؟ شمس گفت: همینجاست. پس او را به خدمت پدر برد. خواجه او را در بر کشید و هر دو گریستند. پس شمس از حال خالوانش پرسید. شنید که همه در قلعه ای جمعند. شمس نامه‌ای به آنها در مورد عزل انکیانو و امارت سوغانجاق نوبین و رهایی خواجه و احتیاج به حضور آنها نوشت. آنها را به قصر ابو نصر دعوت کرد و به یکی از شبانکاره هایی که با خرم آمده بودند داد و گفت: باید 2 روز به ایچ برسانی. سایرین را همانجا منزل داد و به انتظار خالوان بودند. پس از 5 روز هر 3 ملک آمدند و به خواجه اظهار ارادت کرده شمس را در آغوش کشیده از دیدار او شادی ها کردند. پس خواجه تصمیم خود را بیان کرد و گفتند:
فکر درست است و مرحمت بزرگی در حق همه است، اما به جان شمس دین و به سر شما 2 ثلث از این اموال را رعایای شبانکاره برده و همه را تلف کرده اند. آنچه در پیش ما هست به عین و اگر هم تلف شده غرامت می دهم، اما کار رعیت مشکل است. شمس گفت: شما تا آنجا ممکن است جستجو کنید و آنچه موجود است گرفته دهید، باقی را بنده برای روسفیدی از خود می دهم. آنان به همدیگر نگاهی کرده و گفتند: فرزند، اقلاً 50,000 دینار جای خالی می ماند. شما چگونه چنین ضرری را متحمل می شوید؟ شمس گفت: در راه شما متحمل می شوم، به شرط آنکه شما هم کمک کنید. آنها گفتند: در صورتی که تو چنین همتی بکنی ما هم اهمال نخواهیم کرد. آنچه پیش هر کس باشد گرفته می دهیم، اگرچه 1 سوزن باشد. پس از 2 روز سوار شده برای جمع‌آوری اموال به تاراج رفته و تدارک استقبال رفتند. 1 نفر از آنها برای ضبط اموال دریج ماند و 2 نفر دیگر با 150 سوار آراسته به اتفاق خواجه و شمس الدین به طرف اقلید یا اقلید رفتند که انتهای خاک فارس است. اما شمس متحیر بود که امیرالامرا او را به خوبی میشناسد و خبر قتل او را شنیده است. حال که او را زنده و سالم می‌بیند چه می‌گوید، خاصه وقتی که بفهمد طغرا هم با اوست. با توکل به خدا رفت. به آنجا که رسیدن دیدن جمع کثیری از تجار و ملاکین و رعایای حومه شیراز برای تظلم آنجا جمعند. خواجه فرستاد رؤسای آنها را حاضر کردند و گفت: این حرکات شبانکاره از دست سخیری و تعدیات انکیانو بود. حال که او معزول شده متعهدم که تمام اموال شما را گرفته پس دهم و یا غرامت آن را بپردازم. دیگر شکایت برای چیست؟ خوب است ناله و شکایت را از انکیانو بکنید و بگویید که مردمانی مطیع را عاصی کرد و به غارت واداشت. گفتند: اگر شما نوشته دهید قبول داریم، با همین قسم که میل شماست میگوییم. خواجه در نامه‌ای تعهد کرد که هرچه آنها بگویند عین یا غرامت آن را بپردازد، مهر کرده به آنها داد. آنان نیز خیلی خوشحال به منازل خود رفتند. روز دیگر امیر سوغانجاق با فر فریدون و حشمت جمشید وارد خاک فارس شد. خواجه و ملک‌های شبانکاره جدای از اعیان شهر که تا به آنجا آمده بودند صف کشیدند. امیر به هر دسته و هر گروهی که می رسید اظهار مهربانی می کرد تا به خواجه رسید. معرفی کردن اسب را نگاه داشت و با خواجه ملاطفتی بسیار کرد و گفت: من از خبر حبس شما افسرده بودم و می خواستم که از راه کسی را برای رهایی شما بفرستم. بسیار خوشبخت شدم که شنیدم آزاد شده اید و با ملک‌های شبانکاره پیش من می آیید. خواجه گفت: اگر گناهی کرده بودم از حبس دیوان آری نداشتم، اما چون به جز خدمتگزاری و دولت خواهی کاری از چاکر سر نزده، خیلی بر چاکر سخت گذشت. انشاءالله مراهم امیر جبران می کند. این ملک ها هم پدر بر پدر صاحب ملک و املاک و امارت و مقامات عالیه بوده اند و به سلاطین بزرگ خدمت کرده اند. هیچ وقت غارتگر و مردم آزار نبوده اند. آنکه کرد. به محض آنکه شنیدن فارس به حضرت امیرالامرا داده شده و از تعدی آسوده شدن، به جمع آوری اموال مردم فرستادن تا موکب عالی وارد شیراز شده. آن اموال هم حاضر است و به صاحبانش عین یا غرامت داده می شود که در بدو ورود موکب امیر همه شاکر و دعاگو شوند. صاحبان اموال هم 1 مرتبه به صدا آمده به همان صورت که خواجه به آنها تعلیم کرده بود بگفتند و از اهتمام خواجه در استرداد اموال آنها تشکر کردند. امیر از این حسن خدمتی که خواجه در بدو ورود او کرده بود به نشاط آمد. در این اثنا چشمش به شمس افتاد، حیرت کرد و با اشاره او را پیش طلبید و با کمال تعجب گفت: خواجه شمس الدین این تویی؟ خیلی غریب است. خبر بدی است و شنیدم و یقین داشتم به هلاکت تو. بسیار افسرده بودم که پدر شما را داغدار خواهم دید. با چه معجزه‌ای از دست اعراب خلاص شده اینجا رسیدی؟
شمس پیش رفته رکاب امیر را ببوسید و گفت: سرگذشت چاکر طولانی است، باید در خلوت به عرض برسانم. امیر گفت: شب بیا که تو را ببینم. سپس به طرف سراپرده خود رفت. پس از رفع خستگی و صرف اسرانه، اعیان فارس که به استقبالش آمده بودند به حضور رفتند. جز امیر مقرب الدین مسعود شیرازی و خواجه فخرالدین و چند نفر دیگر از بزرگان را اذن جلوس نداد و پس از مقرب الدین مسعود خواجه را بر همه مقدم جای داد و دیگران همه ایستاده بودند. پس از ساعتی پرسش از وضع مملکت و دیگر امور مهم رو به خواجه ابوالحسن کرد و گفت: من خواجه را تهنیت میگویم به سلامت این پسر. چقدر متاسف بودم از چیزی که درباره او کرده بودند و حال چقدر مسرور شدم که او را زنده و سالم در پیش شما دیدم. این پسر شما حق حیات بر من دارد. نمیدانم به شما حکایت کرده قضیه شکارگاه سلطانی و پلنگی را که بر پشت اسب من جست و اینکه جرأت کرده او را به تیر زد و با شمشیر دو نیمش کرد. خواجه عرض کرد: اگرچه از مراهمی که حضرت امیرالامرا درباره اش مبذول داشته اند همیشه مذاکره و افتخار می کند، اما از این واقع چیزی به چاکر نگفته بود. سوغانجاق گفت: گویا نخواسته خود ستایی کند. حال این شجاعتی قابل ستایش بود. حال باید امشب سرگذشت خود را مشروحاً به من حکایت کند که بسیار مایلم بشنوم. پس امیر به صحبت‌های دیگر مشغول شد تا 2 ساعت از شب گذشت. مردم برخاسته هرگز به منزل خود رفت. سوغانجاق شمس را آواز داد که بیا نزدیک بنشین و شرح حال خود را بگو. دنیای کتاب صوتی. شمس در برابر امیر تعظیم کرد و نشست و گفت: پس از آن که مردم شام و مصر از شهر بیرون آمده سفارایی کردند و چند مبارز از سپاه سلطان را از زین برافکندند، چاکر بی‌محابا خود را به میمنه زدم. با همان حمله آنها را از جای برداشتیم و اگر حیلت به کار نبرده بودند تا میان دروازه شهر آنها را برده بودیم. آن حیلت این بود که پیش از وقت چندین چاه بر سر راه کنده و روی آنها را با خس و خاک پوشانده بودند و علامت گذاری کرده بودند که سواران خودشان بدانند و به طرف آنها نروند. ناگاه اسب چاکر و نیز جمعی از دلیران ما به یکی از آن گودالها افتاد. آنها یک مرتبه برگشته با نیزه و زوبین و سنگ همه را هلاک کردند. در آن لحظه چاکر سپر بر سر کشیده حربه آنها را از خود دفع می کردم. ناگاه امیر آنها رسید و مرا دید و گفت که دستت را به بنده بده تا از کشتن برهی. ناچار دست به روی دست نهادم. چاکر را از شاه بیرون کشیده به شهر بردند. بعضی جراحات جزئی که داشتم معالجه کردند و پس از چند روزی چند چاکر را با گروهی دیگر از اسیران در چند کشتی نهاده از راه آب روانه مصر کردند. از قضا 20 کشتی از اهالی یونان در آن دریا سیر می کرد. کشتی های ما را در میان گرفته جمعی از سپاهیان را کشته و کشتی ها را بردند. چون به پای تخت یونان رسانیدن هر کس که از اسیران عرب یا سپاهی بود به قتل آوردند. ماها را که دست و پا بسته بودند و دانستند از سپاه ایرانیم از قتل معاف کردند. میان کنیسه ها و معابد و خانهای اعیان خود برای خدمت قسمت کردند و چاکر قسمت کشیشی بزرگ افتادم و در دست او مسیحی شدم. سوغانجاق خندید و گفت: احسن به تو که عاقلی. شمس گفت: پس از آن در خدمت او مقرب و محترم شدم تا اینکه یک نفر تاجر مسیحی برای خریدن اسیر به آنجا آمد که برده در مصر بفروشد. اتفاقاً شب به اسرار کار کشیش پی بردم و داستان کشیش و آن دختر تارک دنیا و تدبیری که در رهایی خود کرده بود بیان کرد. سوغانجاق بی اندازه خندید و گفت: عجب اتفاقی بوده. شمس گفت: بلی، وقتی خدا بخواهد بنده ای را آسوده کند اسبابش را از پیش فراهم می کند. به این تدبیر از آنجا خلاص شده و به مصر رفتم. در آنجا به خدمت شیخ ابوالحسن شاذلی که سلطان مصر به او معتقد بود رفتم.
از شیخ سدی سفارش نامه‌ای داشتم، به ایشان دادم. ایشان نیز اجازه مرا از سلطان خواسته، آزادم کردند و به فارس آمدم. امیر گفت: شیخ سدی مگر می‌دانست که تو به مصر می‌روی که برای تو سفارش نامه نوشته است؟ شمس گفت: این اشخاص را آگاهی است که وقایع اتفاقی عالم را قبل از وقت به آنها القا می‌کنند. سوغانجاق به فکر فرو رفت و گفت: من خیلی از اوصاف این شیخ از صاحب دیوان شنیده بودم، اما حمل به اغراق می کردم، اما حالا معتقد شدم که باید ایشان را بیاورید تا من ملاقاتش کنم. شمس گفت: ایشان منزوی هستند، کمتر از عبادتگاه خود خارج می شوند. امیر گفت: من به عبادتگاه ایشان می روم. آیا از زن و دختر اولتاجو خبر داری؟ آن دختر بعد از تو به شکار رفت و مفقود الاثر شد. مادرش نیز از اردو رفت و معلوم نشد کجا رفته است. شمس سر به زیر افکند و گفت: زینهار می‌خواهم تا حقیقت امر را بگویم. امیر گفت: در زینهار منی، بگو. شمس گفت: آن دختر بر حسب وصیت اولتاجو و رضای مادرش عقد کرده چاکر بود. چون شخصی صاحب نفوذ چشم طمع به او داشت، ناچار به فرار از آنجا شد که خداوند خواسته بود به چاکر برسد. یک سر به مصر آمد و با هم به فارس آمدیم. سوغانجاق خیلی متعجب شد و گفت: چگونه دختری تنها توانست که خود را به مصر برساند؟ شمس گفت: یکی از محارم چاکر با او همراهی کرده بود. امیر گفت: از مادرش چه خبر؟ شمس گفت: او هم به خاطر چاکر و دخترش به طرف فارس آمده، در حال حاضر در اصفهان است. امیر گفت: پس چرا نمی‌فرستید پیش شما بیاید؟ شمس گفت: موقوف به اجازه امیر است. می‌ترسیدم این راز مکشوف گردد و مورد مؤاخذه سلطان واقع شود. و دوباره شمس گفت: تا به حال عروسی نکرده ایم، پس از ورود موکب امیر اگر اجازه فرمایند عروسی می‌کنم. امیر گفت: یعنی چه تا به حال عروسی نکرده اید؟ برای چه مگر مانعی داشتید؟ شمس گفت: بلی، مانع حفظ شرافت و نیکنامی بود. امیر گفت: این هم از کارهای عجیب است که باید شنید. همه کارهای شما غریب و قابل نگارش است. پس زود بفرستید مادرش را بیاورند و ترتیب عروسی را دهید. شمس مرخص شده به منزل آمد و به پدرش گفت: این طلسم هم که در راه ما بود شکسته شد و چگونگی را بیان کرد و خواجه گفت: فردا بفرست مادرش را بیاورند، دیگر بیش از این صبر و انتظار لازم نیست. شمس کاکا خرم را خواست و گفت: نرود کار عالم به نظام، گرنه پای تو در میان باشد. باید فردا بروید اصفهان و آن بیچاره ها را از آن انتظار رها کرده و بیاورید. کاکا خرم گفت: راستی امروز از این مسافرین خبری شنیدم که افسرده شدم. شمس گفت: چه خبری؟ کاکا خرم گفت: خبر فوت خواجه بهاءالدین محمد شمس. بی اختیار دستها را برهم کوفت و گفت: آی چرا و چه وقت؟ خدا کند دروغ باشد. کاکا خرم گفت: نه، راست است و 1 ماه است که جوان مرگ شده. می گفتند چون خبر مرگش به صاحب دیوان رسید مدتی مبهوت بود. شیخ گفت: هرچه او را پند دادم که مردم آزاری مکن، نشنید تا آنکه آه دل شکسته اثر خود را کرد. شمس را اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: دریغ از آن یک مرد آراسته. فردا خرم با خرج سفر روانه اصفهان شد و امیر به طرف شیراز رفت. پس از ورود به شیراز ملک مبارزالدین آمد و تمام اموال تجار و اهل مزارع را آورد و هر کس اموال و اجناس خود را شناخته و بگرفت. 20,000 دینار کسی را نیز شمس الدین فوراً داد و همه شاکر و دعاگو شدند. سوغانجاق شرح این نیکو خدمتی را به سلطان عرض کرد و استدعای خلعتی خاصی برای خواجه فخرالدین و پسرش کرد.
آن خلعتها با یرلیغ سلطانی وقتی رسید که عروسی شمس و طغرا در میان بود و ضیب پیکر کردند، اما خرم به 5 منزل به اصفهان رفت و سراغ منزل توغای خاتون را کرد و به آنجا وارد شد. تا چشم توغای به خرم افتاد فریادی کرد و گفت: آه کاکا خرم، از فرزندانم چه خبر؟ آیا زنده هستند؟ خرم خندید و گفت: اگر زنده نبودن من اینجا چه می کردم؟ بلی زنده هستند و برای ملاقات شما و اجازه عروسی بیتاب هستند. توغای گفت: های تازه از من اجازه عروسی می طلبند؟ خرم گفت: بلی تمام این صدمات و دربدری ها و هزینه های گزاف را تحمل کردن. شبها از عشق هم نخوابیدن برای هم یک نکته بود که شما با طیب خاطر اجازه عروسی دهید. توغای حیرت کرد و گفت: خرم تو را به خدا راست میگویی؟ خرم گفت: دلیلی ندارد دروغ بگویم. الان دختر شما با 100 نفر کماندار در قلعه دختر نشسته و بیچاره شمس دین در شیراز در سوز و گداز است. اگر سایه اش از آنجا بگذرد با تیرش میزنند. توغای گفت: هیچ نمیفهمم، چه میگویی؟ خرم گفت: وقتی دیدید خواهید فهمید. خاله گفت: مکرر به شما نگفتم که عهد و پیمان آنها به قدری مستحکم است که به هیچ قسم ممکن نیست خلاف عهد کنند. پس توغای از چگونگی حالات سفر و اتفاقاتی که افتاده بود جویا شد و خرم مو به مو شرح داد. او از آن وقایع گاه گریان میشد و گاه خندان. سپس از فوت ناگهانی خواجه بهاءالدین سخن به میان آمد و توغای گفت: این جوان به محض دیدن نامه شمس تمام همش مصروف آسایش ما شد. این منزل را برای ما مهیا کرد و تمام لوازم معیشت ما را متحمل بود. روزی 1 مرتبه به احوال پرسی ما میفرستاد و میشنیدیم که پیوسته از خواجه شمس الدین تمجید و اظهار مودت نسبت به او میکرد. پس تدارک سفر دیدن، خاتون و خاله در یک محمل نشسته روانه شدند. تا به یک منزلی شیراز رسیدن، خرم از پیش سواری فرستاد تا شمس را مطلع کند. دنیای کتاب صوتی. چون توغای از منزل زرقان حرکت کرد، اندکی رفته بودند که از دور کوکبه بزرگی نمایان شد. آن خواجه شمس الدین بود که با ملک‌های شبانکاره و 200 سوار دیلمی و شبانکاره به استقبال می آمدند. شمس قبایی از مخمل مشکی که تمام آن را زردوزی کرده بودند پوشیده بود و شمشیری مرصع حمایل کرده کلاهی مروارید بر سر داشت. چهره اش از خرمی و شادی آن روز چون قرص آفتاب در میان آن همه سوار می درخشید. چند یدک تمام با یراق‌های زرین و فیروزه در جلوی آنها می کشیدند و سوارها در پیشاپیش آنها به نیزه بازی مشغول بودند. توغای از خرم پرسید: این جمعیت چه کسانی هستند؟ خرم گفت: فرزند شما خواجه شمس الدین و برادرهای بیبی ملک‌های شبانکاره هستند. توغای از وجد نزدیک بود غالب تاهی کند. پرده محمل را بالا زده از دور چشمش به چهره دامادش افتاد که مثل ماه تمام هویدا بود و در دل قربان و صدقه او می رفت. چون نزدیکتر رسیدن، سوارها به کناری ایستادند و خواجه شمس الدین و ملک‌ها پیاده شدند. اول شمس پیش آمد، به خاتون سلام و تعظیم کرد و خاتون گفت: قربانت شوم، پیش بیا تا تو را ببوسم که حسرت داشتم. شمس پیش رفت، دست خاتون را بوسید، سپس به طرف خاله رفت و او را بوسید و شکر گفت. آنگاه برادرهای بیبی آمده دست خواهر را بوسیدند. او هم صورت آنها را بوسید. خاتون به شمس گفت: از جانب من با این برادران محترم من خوش آمد و احوال پرسی کنید. پس از اتمام تعارفات سوار شده با آن دبدبه و تجمل وارد شهر شدند. زنها بر لب بامها آمده مشغول تماشا بودند. از هر کس می‌پرسیدند که این محمل‌ها از کیست و از کجا آمده اند، تا آنکه گفتند اهل بیت اولتاج و بهادرند که چند سال در شیراز بودند و این خبر منتشر شد. چون به در خانه شمس رسیدند، چند گوسفند در پیش پای آنها قربانی کردند.
شمس آنها را پیاده کرده به اندرون برد. خاتون که آن خانه و اساسه ملوکانه را دید به نشاط آمد و خاله را از شادی پا به زمین نمی رسید و پس از ساعتی خواجه بزرگ به دیدن خاتون آمد و خوش آمد و تبریک ورود گفت. دنیای کتاب صوتی.